سلام علیکم. بچه‌ها در این قسمت قراره که جای سینک و گاز رو جانمایی کنیم توی صفحه، این جاهاشو اندازه‌گیری بکنیم و جاهاشو داخل صفحه برش بذاریم. برای این کار باید خیلی دقت لازم رو داشته باشید، برای اینکه یک اشتباهی بکنید این صفحه دیگه خراب میشه، باید یه صفحه دیگه تعویض بکنید. و همین رو باید کسی که این کار رو انجام میده حتما باید از لحاظ فنی این کار رو بلد باشه. نمیشه هر کسی مثلا این کار رو انجام بده، باید به متخصصش انجام بده. حالا ما اینجا سینک رو قرار دادیم داخل توی صفحه، اول از همه قرار میدیم. بعد رو سینک باید حتما بالاش جای آبچکون باشه، یعنی نمیتونید با سینک رو بیارید این برتر یا اون برتر نصب بکنید. سینک باید جایی قرار بگیره که آبچکون بالاش باشه که اگر یک زمانی ظرف شستن آبا داخل خود سینک میزه و گاز هم همین. گاز هم اینجا بر مبنای هود قرار بگیره، نمیشه مثلا گاز این طرفتر باشه و هود اون برتر. اگه این کار نمیکنه که این کار کسی هستش که غیر فنی باید باشه، باید اینا رو قشنگ اندازه‌گیری بکنیم و جاهاشو در بیاریم. من الان اندازه‌هاشو میذارم و برشاشو انجام میدم تا بگیریم. از اینجا تا نگاه کنیم باید بعد برد بیرش کنیم. خب حالا که اندازه‌هاشو گرفتیم، خط توی صفحه میکشیم، علامت‌هاشو میزنیم که کجا میخوایم برش بخوره. به این صورت البته این خطی که من میکشم باید اندازه‌ش رو کمتر بگیرم، چرا که این اندازه بیرونیه، ما باید اندازه داخلی این رو بگیرم برای برش زدن داخل صفحه. من اندازه حدودش رو میگیرم که کجا باید خطمو بکشم، برای برش باید اندازه رو تغییر میدم. برای اینکه ببینم تقریبا کجا برش میکنه، یک اندازه تقریبی اینجا روی صفحه میزنم، علامت میزنم که بعدا باید برش‌های دقیق‌ترش رو بزنم. خب ما اینجا رو باید داشته باشیم، بعد میرم سراغ. خب بچه‌ها من الان اینجا رو آماده کردم برای برش دادن. خطا رو قشنگ کشیدم که باید بچه‌ها خیلی حواستون باشه اشتباه نشه. من چون اینجا یکم تاریکه باید رو استفاده کنم که بگم کجا رو نمیشه، چون بدون نور نمیشه برش زدن. امکان اشتباه برش زدنش هست. حالا شروع به برش زدن. من چون خیلی سرسام بوده بیدون فقط باید ادامهش رو بزنیم. این طرف دیگه شما برید، من این باشه باید این طرف دیگه باشه بزنیم. بالترش باید همین صورت باشه. که هنگام برش میگه زیرا نه چون عرضه بیشتر برش بده، یک از دادن برش، یا که مثلا عقب خیلی باید محکم می‌کنه، دست در بیاد سفر بیشتر از حدش برش بده. این هم هست.
خب بچه‌ها من الان این 4 تا 6 با عرض می‌کنم درش چون اینجا سینکو باید کار راست کار مهمه چون بعضی وقتا سینکو هم کنده احتمال باشه باید با حرکتش می‌کنید ولی اون دیگه از این گوشه‌های کار چون صرفا 5 سانتی از این دیگه بهش می‌زنید باید گوشه‌های کار رو با حرکتش در میارید گوشه‌های کار رو با حرکتش باید فقط چیزی که هستش باید یک خطر بشه که خود کامپیوتر رو بهش نزنید بعدش هم باید یک چند تا چوب باشه که فاصله پیدا کنه از کامپیوتر و موقع بریدن صفحه سینکو باز خیلی مراقب باشید چون امکان داره صفحه اینجا جلوی صفحه نازل میشه امکان داره صفحه خودش بشکنه باید خیلی مراقب باشید جایستیک هم همین صورت در میاد. خب ما می‌خوایم کار کنیم این گوشش ما دقیقاً که این جایستیک هم برش بخوره. البته این باید باشه که تو این جسد هم داره استحکام خودش بعد دست میده که خاطر که دو طرفش برش برده دیگه وای نیست. حالا اینجا ازش یه خیلی داره زیر کار که خود استحکام فعلا نگه نمی‌کنه. چون اگه بیفته پایین باز کف خود بیفته کف داخل استیک اونجا رو آسیب می‌زنه. مرحله بعدی که اینجا قشنگ باید دیگه اونجا خب فرض بده بعد شروع کنیم به داخل لوهای فرم سینک رو باید قشنگ باشه تا خود کنیم پابندی کنیم حساب بعد داخل اینجا رو بند کردیم یه لایه نازک روی لبه 1 سانتی سینک یک ذره پشت خود لبه سینک چسب کنیم باید سر تا سر دور تا بزنیم سینک سر جاش قرار بدیم بس ببندیم محکم میشه که پابندی بشه کامل اون میگم امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. چسب بزنید پابندیش بگیم سینک بزنیم سر جاش که تموم بشه ان شاء الله. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.